هیچ میدونید وقتی BTS تو سال 2013 فقط از چند تا پسر کوچولو با استعداد تشکیل شده بود، تو یکی از مصاحبه‌هاشون مصاحبه‌گر بهشون میگه شما اصلا گروه هیپ هاپی نیستید. به RM هم میگه که تو اصلا فقط فکر می‌کنی رپ می‌خونی. فکر نکن که رپ خوندن تو باعث میشه که گروهتون یه گروه هیپ هاپی باشه. اما الان دیگه می‌بینیم که این گروه از خفن‌ترین آرتیست‌های هیپ هاپی خود آمریکا هم می‌ذارن بالاتر و بزرگترین ارتش جهان هم دارن. پس واقعا با این همه هیت گرفتن و فحش دادن و بد و بیرا، دلیل موفقیت این گروه چی بوده؟ معلومه که چی بوده، فقط تلاش کردن. دوست دارم هر کسی این ویدیو رو میبینه به خودش قول بده که توی بدترین شرایط زندگیش هم مثل اعضای BTS کم نیاره و انقدر بجنگه تا یکی از موفق ترین آدما بشه و اصلا دیگه وقت نداشته باشه که بخواد به این حرفای منفی و هیت گرفتن و گوش بده. میتونید حس کنید که چقدر دردناکه تو زندگیتون حس کنید با وجود همه تلاشاتون هیچکی شما رو دوست نداره. این دقیقاً اتفاقی که برای اعضای BTS افتاد. وقتی که قرار بود توی برنامه آمریکن هاستل لایف سال 2014 یه اجرا داشته باشه که حتی اون موقع انقدر طرفداراشون کم بود که نتونن بلیطای رایگان اهدا کنن. توی این کنسرت کوچکترین عضو گروه که بهش میگن منی، که در واقع همون جاین کوکه، وظیفه داشته که 200 تا بلیط رایگان اهدا کنه که موفق نشده این کارو کنه. اما وقتی میاد این مسئله رو به اعضای BTS میگه، با وجود اون ضربه سختی که بهشون وارد میشه، انقدر سخت تلاش میکنن و انقدر خودشونو بهتر نشون میدن که بالاخره میتونن اون کنسرت رو البته رایگان پر کنن.